به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، اینک ما در دقیقه ها و در ساعت های اخیر ماه شریف رمضان قرار داریم و حتی شاید که در وقت این صحبت ما در بعضی از منطقه های جهان و شاید در تاجیکستان عزیزمون هم الکی ماه شریف رمضان به آخر رسید و مردم افطاری آخرین خود را کرده باشند و با استفاده از این فرصت یکایک شما را با انجام ماه شریف رمضان، ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه نجات از آتش دوزخ تبریک میگویم و اینچنین با فرارسی عید سعید فطر یکایک شما را تبریک میگویم و از پروردگار عظیم الشأن برایتان تندرستی و سعادت هر دو عالم را تمنا دارم. و طبق عادت، طبق سنت و عنعنه‌های ما در شب و روزهای عرفه، در ساعتهای اخیر ماه شریف رمضان و در روزهای عید ما نه تنها به عیادت یکدیگر می رویم، به تبریک یکدیگر می رویم، بلکه یک رسمی هست که کسانی را که در این ماه شریف رمضان یا در قبل از رمضان نزدیکان خود را از دست دادن، حتما یک دعا و فاتحه، تسلیت و همدردی در این شب و روزها از طرف دوستان، همسایگان خشتبار کرده می شود. و بنده هم بار دیگر تسلیت، همدردی خود را به همه کسانی که در ماه شریف رمضان نزدیکانشون را از دست دادن، خش و تبار را از دست دادن و به خصوص به کسانی که در این درگیری های مرزی در اسفره فرزندان خود را از دست دادن، به یکایک شما تسلیت عرض میکنم و از خداوند منان برای شهیدان جنت الفردوس و برای بازماندگان صبر جمیل را خواهانم. اینچنین متاسفانه در این چند روز آخر در نتیجه این بارشات و آفت‌های طبیعی چندی از هموطنان ما هم به شهادت رسیدند و بخصوص در شهر باستانی، کلاب، در ختلان و در ناحیه‌های دیگر در مجموع تا این ساعت، تا این لحظه خبر از شهادت 9 نفر از هموطنان عزیز ما رسید که با یکایک نزدیکان آنها، اهل آنها هم تسلیت و همدردی خود را از نام خود، از نام تمام مبارزین و مهاجرین بیان میکنم، بخصوص از نام پیمان ملی تاجیکستان. و دعا میکنیم که پروردگار در این ساعتهای اخیر ماه شریف رمضان دعای ما را قبول کند و این همه نیایش، این همه خواهشات مردم روزدار و مسلمان را به درگاهش قبول کند و کشور عزیزی ما را، ملت شریف ما را از همه گونه گزندهای زمینی و آسمانی، از این آفتهای طبیعی پروردگار نگهبان باشد و این حادثه ها هیچگاه دیگر تکرار نشوند. و این چنین جای تأسف است که در این ماه شریف رمضان باز در نقطه های دیگری جهان حادثه های رخ میزند که باعث تأسف و اندوه یکایک ما مسلمانان هست و انسان ها هست و تلاش میکنیم در این چند دقیقه هایی که در خدمت شما هستیم یک مروری به این حادثه ها کرده باشیم. البته باید گفت که فردا عید است و خدا را شکر که ماه شریف رمضان خالی از خرسندی، خالی از حالتهای مثبت هم نبود. بله، درست است که ما در این ماه اگرچه ماه طاعت و عبادت است و پروردگار هم مردم را بیشتر به سمت طاعت و عبادت، کارهای نیک، کارهای فراحت بخش هدایت کرده است و ما احادیث فراوان داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که این ماه را همچون یک فرصت میداند برای کارهای خیر، کارهای مثبت. اما چه کنیم که طبیعت بشری هست، زندگی است، حیات است. در بعضی حالتها، در بعضی نقطه ها، در بعضی جاها حادثه های می شود که دیگر از ما و شما وابسته نیست، حتی در کشور خودمون هم، حتی در منطقه ما هم. و اما اگر از چند نکته مثبت در این ماه هم یادآوری شویم، این بود که در این ماه شریف رمضان خدا را شکر که بابای دانه، پیرمرد نزدیک به 90 ساله از زندان آزاد شد و اگرچه او را با اتهام‌های دروغ ولی خیلی سنگین متهم کردند و
ملت تاجیک، تمام مبارزین و در مجموع میتوان گفت که جامعه جهانی هم نسبت این قضیه بی‌طرف نبود، صدای خود را بلند کردند. و حالا من دلیل های اصلی را نمیدونم که با چه دلیل مقامات تاجیکستان بابای دانه را آزاد کردند، ولی ما باید خوشبین باشیم و فکر کنیم، به این باور باشیم که مقامات تاجیکستان هم بالاخره انسان هستند، مسلمان هستند و نسبت این یک پیرمرد 90 ساله، حالا چه باور داشتند که ایشان گناهگار بود یا نبود، از نگاه ما که البته 100% بیگناه بود، ولی مقامات تاجیکستان همیشه دعوا کردند و میکنند که کسانی را که زندانی کردند بیگناه نیستند. بالاخره او را آزاد کردند که یک پدیده بسیار مثبت بود و ما این را قدردانی میکنیم، این را قدرشناسی میکنیم و تشکر میگیم به همه کسانی که کمترین سهم را در آزاد کردن بابای دانه داشتند. و این بار دیگر اثبات کرد که اگر مقامات تاجیکستان بخواهند، اراده کنند، میتوانند زندانی های سیاسی را همهشون را نوابسته از سن سال، نوابسته از عیب اعلان شده از زندان آزاد کنند. باز تکرار میکنم اگر بخواهند و خدا کند که ما هم دعاگو باشیم و اونا هم این کار نیکشون را دوام بدهند و دیگر باقی مانده زندانی های سیاسی در روزهای عید، در مناسبت های گوناگون از زندان آزاد کرده شوند. ما در آینده نزدیک باز مناسبت ها و بهانه های زیادی داریم. روز وحدت است و نباید فراموش کنیم که قسم زیادی از کسانی که در زندان هستند در رسیدن به صلح و وحدت، آشتی ملی و امضای سازشنامه صلح سهمی به واسطه داشتند. در بین آنها اعضایان کمیسیون آشتی ملی هست، مثل داملا محمد علی فیض محمد، کسانی که در کمیسیون آشتی ملی در روند صلح در مذاکرات شرکت داشتند، مثل برادران عزیز محمد علی حید، سید عمر حسینی، سیف الله زاده و ده ها نفران دیگر که امروز متاسفانه در پس پنجره زندان هستند و ما امیدواریم که این عنعنه و این کار خیر و نیک را مقامات تاجیکستان به خاطر نه تنها به خاطر صلح و وحدت، نه تنها به خاطر آنکه اراده مثبت خود را به ملت نشان بدهند، این چنین به خاطر ثواب و اجری که در این کارها هست حتما آنها را آزاد خواهند کرد. و کار دیگری مثبتی که در این ماه انجام شد، اگرچه مقدمهش بهانهش کاری بده بود، این نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، ولی بالاخره باز هم یک توافقنامه درباره قطع نزاع و آتش بس اعلان کرده شد که طرفها از برخورد نظامی دست کشیدند و جان ده ها و شاید صدها افراد بیگناه نجات داده شد و باید که ما این روند گفت و شنید، روند مکالمه و همزیستی مصالحت آمیز در مرز را با نه تنها با همسایگان قرقیز بلکه با همه همسایگان ادامه بدهیم و من فکر میکنم که این دو پدیده مثبت در ماه شریف رمضان بسیار امیدوار کننده بود و امیدواریم که بعد از ماه شریف رمضان از فردا شروع کرده این گونه اقدام ها، این گونه خبرها به ما و شما بیشتر خواهد رسید. البته همونطوری گفتیم فردا عید است، فردا جشن است، روز خرسندی هست و ما باید تلاش کنیم که این روز و روزهای بعدی را هم در یک فضای مثبت، در همدیگر فهمی و با افکار و اندیشه های مثبت نسبت یکدیگر سپری کنیم. ما که طبیعی است برای چه این فردا را جشن میگیریم، به خصوص کسانی که روزه‌دار بودند، چون همه ما و شما اعتقاد داریم، باور داریم که پروردگار در این ماه شریف، در ماه رحمت و مغفرت هم گناههای ما را بخشید و هم به جان ما رحم کرد و هم ما را از آتش دوزخ نجات داد. و از همه مهمش فلسفه عید کردن این روز در آن است که ما خرسند میشویم و شادی میکنیم که از یک امتحان بزرگ در نزد پروردگار، در نزد ایمان خود گذشتیم و هر کسی هم که از یک امتحان بگذرد طبیعی است که شادی میکند و حتی یک دانشجو، یک طلبه وقتی که امتحان میسپارد و اون امتحان سپردهش را جشن میگیرد، شادی میکند با دوستانش. اگر شما از یک مصیبت رهیدید، از یک امتحان بزرگ اگر رهیدید، حتما شادی میکنید. البته ماه شریف رمضان یک امتحان خیلی بزرگ است، چون ایمان ما، عقیده هر کدام ما
و اون ما در مقابل خواهشات و در مقابل شهوات و انگیزه های بشری در نبرد بودیم و طبیعی است که بعد از گذشتن 1 ماه مبارزه و امتحان با نفس خود، با خواهشات خود، می ارزد برای یکایک ما و شما که فردا جشن داشته باشیم، عید داشته باشیم، یکدیگر رو تبریک کنیم و برای یکدیگر نیکی ها بخواهیم. البته نباید فراموش کرد که یک مسلمان، یک آدم مؤمن بعد از رمضان هم نباید که اون کارهایی را که در رمضان انجام داده بود و از آن راحت میکرد، حلاوت میبرد، نباید آنها را ترک کند. یعنی همیشه با پروردگار بودن، همیشه با کار نیک بودن، همیشه در عبادت بودن و در نیکخواهی مردم بودن، این یک پدیده، یک روند دائمی برای مسلمان، برای مؤمن باشد که امیدوارم خداوند ما و شما را توفیق این گونه کارها را در ماه‌های بعد از رمضان بدهد تا رمضان دیگر. اما همطور که گفتیم همدیاران عزیز، متاسفانه در این ماه ما به مشکلی نبودیم و در سراسر جهان از آن جمله در تاجیکستان عزیزی ما هم و در نتیجه این بارش‌ها این مصیبت‌ها بالای مردم آمد و بخصوص در شهر کولاب که بار اول نیست متاسفانه. من یادم هست اگر اشتباه نکنم در سال 2010 یا 11 بود که این حادثه شد و تقریبا چند سال بعد در شهر کولاب این سیل می آید، چون جایگیرشوی این شهر در بین تپه ها و وجود یک کانال آبگذر در بین شهر که در نتیجه این سیلاب ها پر می شود و منزل های کنار کانال را همیشه خراب می کند. ما وقتی که در تاجیکستان بودیم به خاطر همدردی و پشتیبانی هم مادی و هم معنوی هموطنان عزیزمون ساکنان شهر کولاب رفته بودیم و خودم شخصا رفته بودم با اون کمک‌هایی که تمام اعضایان حزب از سراسر تاجیکستان جمع آوری کردن، از لباس، از خوراک، از مواد پولی و به نمایندگی از همه مردم به شهر کولاب رفته بودیم. اما همون وقت هم مقامات دولتی تاجیکستان وعده داده بودند هم به ساکنان کولاب و هم به ضرردیدگان که مشکلی ها را پیش از به وقوع آمدن این حادثه حل خواهند کرد و دیگر این کار تکرار نمی شود. حالا ببینید دوستان، بعضا میگن که شما چی کار کردید و ما هم به خاطر آن که ریا نشود و تکرار نشود از گفته ها، از اون عمل ها خودداری میکنیم و اگرچه وظیفه یک حزب سیاسی از لحاظ قانون و از لحاظ سیاست این نیست که باید در چنین روزها کمک کند، فعالیت داشته باشد، چون حزب سیاسی شرایط و مسئولیت ها، رسالت های خاص خود را دارد. اما از باب انسانی، شهروندی و دینی طبیعی است که هر کدام ما و شما باید کمک کرده باشیم و بعد نیست که در این شب و روز همون طوری که ما در پهلوی مردم اسفره تمام ملت ایستاد و هنوز هم این کمک ها ادامه دارند، در قضیه ساکنان شهر کولاب، اونهایی که منزل های خود را از دست دادن، اونهایی که مال های خود را از دست دادن و حتی متاسفانه بعض شهیدان هم داریم که به شهادت رسیدن، نه تنها در کولاب، در جاهای دیگر، در ناحیه جامع. من از همه هموطنان عزیز دعوت میکنم که این مردم را تنها نگذارند، فراموش نکنند و با هر راهی که میتوانند در کمک این مردم بشتابند، چون آنها نیاز به کمک ما و شما دارند. البته وظیفه حکومت هست پیش از همه که این گونه حادثه ها را پیش بینی کند، پیشگیری کند و نگذارد که هر سال مردم تاجیک در برابر این آفت‌های طبیعی آسیب پذیر باشند و این تلفات ها را بدهند. خب وقتی که کمیته وضعیت فوق‌العاده هست، وقتی که اداره های دیگری دخلدار هست، اینها باید از قبل این آمادگی را داشته باشند و تمام اون زمینه رو برای پیشگیری از این گونه حالت ها ببینند. ما فعالیت های زیاد داریم هر ساله در بودجه تاجیکستان برای ساحل ها را مستحکم کردن، برای پیشگیری کردن، کانال ها را تازه کردن، آبها و جویبارها را تازه کردن، میلیون ها سامانی مبلغ جدا می شود
و حالا من گفتنی نیستم که این مبلغ ها بخصوص مبلغ هایی که برای پاک کردن جویبارها و کانال ها و برای مستحکم کردن ساحل ها جدا میشوند همش دزدیده میشوند، اما همین که کار اجرا نمیشود، همین که این گونه حادثه ها تکرار میشوند بیانگر آن است که متاسفانه هنوز هم مقامات دولتی تاجیکستان در این زمینه خنک نظری میکنند. باز تکرار میکنم که این مسئولیت حکومت ها است که این گونه حالات ها را پیشگیری کنند و در حالت رخ دادن این گونه حالات ها باید بشتابند و کمک مردم و خسارات و تلفات مردم را جبران کنند. اما ما میدونیم وضعیت حکومت تاجیکستان را، وضعیت بودجه را، و دیدیم که در مثلا شهر اسفره همگی 700,000 سامانی به ضرردیدگان این نژاد از در اسفره جدا کرده شد، در صورتی که فقط برای یک سفر امام علی رحمان به واروق سفر چند ساعته حتی یک روزه هم نبود. به اطلاعی که به ما رسید بیشتر از $1,000,000 در اونجا خرج کرده شده است و خوب میبود که این گونه مبلغ ها را به جای این رقص و بازی و پیشوازگیری های پردبدبه و لباس پوشاندن و مردم و این آمادگی هایی که علاقه دانشجویان را آماده کرده ایستادند برای جشن استقلالیت اینها، این مبلغ ها را روان کنند به ضرردیدگان در اسفره، در شهر کلاب، جامی و دیگر منطقه های سنگوار و رشت و ما شنیدیم که در بسیاری از منطقه ها مردم ضرر دیدند. اما مردم هم باید که در اینجا فعال باشند، در کنار نیستند و من اون فعالیتی که مردم با ابتکار چند از بزرگواران تاجیک و فعالان جامعه شهروندی آغاز کردند و یک صورت حسابی را هم ژورنالیست رجب میرزا باز کرده بود و مردم شروع کردند برای فرستادن پول، جمع آوری پول برای مردم واروق و چارکو، خواجه اعلی و منطقه‌های ضرر دیده. متاسفانه باز هم مقامات دولتی به جای آنکه بیان این گونه تشبثکاری های مردم را پشتیبانی کنند و خودشان هم سهم بگیرند، طلب کردن از رجب میرزا و از دیگر فعالان جامعه شهروندی که این صورت حساب را ببندند و وزارت امور داخلی تاجیکستان خودش مسئولیت جمع آوری کمک های خیریه را برای رساندن به ضرردیدگان به عهده گرفته است. ما واقعا در تاجیکستان یک کشور عجیب هستیم، یک ملت و یک دولت خیلی عجیب هستیم که حکومت گویا همه کاره است ولی باز همزمان هیچ کاره هست. حکومت همه چیز را در دست خود میگیرد، جامعه شهروندی را ضعیف کرده است، رسانه ها ضعیف، اپوزیسیون ضعیف و تنها یک حکومت قوی گویا داریم، اما در برابر نیزاها، در برابر فلاکت‌ها و حتی در حالت‌های کمک به مردم هم باز هم ضعف نشان می‌دهند و هم می‌آیند پیش راه تشبثکاری مردم را می‌گیرند. وزارت داخله چه ربط دارد به کمک‌های خیریه؟ وزارت داخله مسئولیتش دفاع از ملت است، کشور هست، دفاع از جنایتکاران همسایه کشور است که مرز ما را، زمین‌های ما را می‌گیرند و پیشگیری این گونه حادثه‌های فلاکتبار در کلاب و پیشگیری از حالت‌های فوق‌العاده هست، نه اینکه جمع آوردن کمک خیریه و چشم انداختن به پول مردم و مونوپولیا کردن یا حتی کارهایی را که هیچ ربطی به وزارت داخله و به وزارت‌های قدرتی ندارد. واقعا هم باز تکرار میکنم ما یک کشور و یک دولت خیلی عجیب داریم که همه چیز وارونه هست، همه چیز چپه هست و حکومت نه اون کاری را میکند که باید انجام بدهد و کاری را که باید ملت خودش انجام بدهد، جامعه شهروندی، سازمان‌های غیر دولتی، مسجدها باید کمک خیریه جمع کنند برای ضرردیدگان، برعکس اینها را میان محدود میکنند، میبندند، مانع میشوند و حکومت خودش تبدیل میشود هم به حکومت، هم به پلیس، هم به امنیت و هم به سازمان خیریه، به همه چیز، به آشخانه مردم، به دیگ و طبق مردم هم دخالت میکند. وقتی اون رسیده است که دیگر باید حکومت هم کار خود را کند، مسئولیت خود را انجام بدهد و اونه که مسئولیت مردم هست اون را واگذار کند به مردم. اما مردم عزیز نباید به این حالت ها زیاد داده شویم. ما باید مکانیزم ها و راه و روش های دیگری را پیدا کنیم برای کمک کردن به هموطنانی که در این گونه حالت ها افتیدند. ما ببینید که حتی دیگر نمیتوانیم در ماه شریف رمضان به زندانی های سیاسی، به خانواده‌های زندانی های سیاسی هم کمک کنیم که آنها نیاز به خوراک خوب دارند، به دارو دارند و بالاخره انسانن
وقتی که حکومت سرابانهای خانواده را زندانی میکند و خش و تبار فرزندان، پیرمردها، پیرزنها را آنها را جای کار نمیدهند، نفقه درست نمیدهند و هیچ کدام از خش و تبار زندانی های سیاسی و طرفداران اپوزیسیا در مقامات دولتی کار نمیکند. در یک اداره، در یک کارخانه، در یک جماعت، حالا نمیدونم در یک معلم باشه در یک مکتب یا مربی باشه در یک باغچه، اینها را اجازت نمیدهند. سوال با وجود میاد که اینها از کجا باید بخورند، بپوشند، طبابت کنند؟ از کجا؟ وقتی که حکومت خودش نه پول میدهد، نه امکانات میدهد، اجازه کار با آنها نمیدهد و باز اجازه نمیدهد که مردم خودش تشبث کنند با آنها کمک کنند. به این سوال ها باید که جامعه جواب پیدا کند، حکومت باید جواب پیدا کند که بالاخره وقتی که جامعه شهروندی انسان ها در ماه شریف رمضان در حالت های فوق العاده، در حالت های زندانی شدن خش و تبار، در حالت جنگ در مرزها نتوانند مستقلیت خود را به نمایش بگذارند، کمک کنند، رابطه های صرف انسانی داشته باشند و همه این را حکومت مناپولیا کند، پس مردم چیکار کند؟ اگر چنین است پس باید که در تاجیکستان یگان نفر قشاق نباشد. وقتی که حکومت خودش مسئولیت را به دوش میگیرد و میگوید که هیچ کس حق ندارد برای ضرر دیدگان اسفرک، کلاب، برای خش و تبار و خانواده های زندانی ها مبلغ بفرستد، مبلغ جمع کند، خیلی خوب، پس خودتون این مسئولیت را به دوش بگیرید و نگذارید که یگان آسیب دیده دست کمک به بیرون دراز کند، نگذارید که یگان کسی که خانهش در اسفره سوخت نابود شد اون بے پول بماند، در کلاب خانهش رو از دست داد بے پول بماند، در جامعه در هر جای دیگر. اجازت ندید که یک خانواده زندانی سیاسی بے پول به مبلغ بماند، فرزندش طبابت نگیرد و یا خود زندانی های سیاسی در داخل زندان با خوراک با داروواری تامین باشند. اگر شما این کارها را کردید ما دست شما را میفشوریم و هیچگاه ضرور نیست و هیچ کس هم پول زیادتی ندارد که باز از خارج یا از داخل تاجیکستان به یک کسی دیگر بدهد. اما وقتی مردم میبینند که اونجا آسیب دیده هست، ضرر دیده هست، در اونجا زندانی هست، قشاقی و کمبغلی هست، شما هم مبلغ دادن نمیتوانید، جای کار ندارید، نفقه خوب ندارید، بعضی طرفداران اپوزیسیا اجازت نمیدید که خودشون کار کنن، پس چیکار کنن این مردم؟ از کجا بخورن؟ از کجا خانه خود را تعمیر کنن؟ از کجا مریض های خود را طبابت کنن؟ این سوال های هست که سوال های خیلی باز، آشکار و این تنها نباید فقط از طرف مخالفین گذاشته شود، باید جامعه هم این سوال ها را بگذارد، جامعه هم طلب کند، خش و تبار زندانی های سیاسی طلب کنند که ما از کجا بخوریم؟ شما پول کمک نکنید، مبلغ ندهید، جای کار ندهید. ضرر دیدگان باید طلب کنند از حکومت چه حق دارد وزارت داخله ریسک یک انسانی ضرر دیده در اسفره را کم میکند وقتی که مردم آماده هستند که به آنها کمک کنند؟ چه حق دارد حکومت که پیش راه مردم را میگیرند وقتی که یک کس میخواد در ماه شریف رمضان مستقیما همون طوری که قاعده صدقه است خودش با اون طرف مستحق یا سزاوار بوده این کمکش را بفرستد از طریق یک شخصی با اعتماد. مردم وقتی که به رجب میرزا اعتماد میکنن، به عبدالستار پیر محمدزاده اعتماد میکنن، باید از طریق همونها فرستاده شود. مردم وقتی که به شما اعتماد ندارن، چگونه مردم اعتماد میکنند به یک وزارتخانه که سراپا در کروپسیا، در فساد، در دزدیدن پول مردم دست دارد، مشهور است؟ خب این حرف ما نیست، این را شما در تمام گزارش ها میبینید که کارمندان مقامات دولتی متهم به رشوه‌ستانی، به کروپسیا، به پاره گرفتن، به دزدیدن پول بودجه متهم هستند. خود پرزیدنت میگوید، خود اگنتی مبارزه ضد کروپسیا میگوید، خود گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی میگن مردم شب روز دیده ایستاده است. پس چگونه مردم مبلغش رو به دست کسانی بدهد که خودشون متهم به دزدی هستند؟ طبیعی است که مردم دیگر کمک نمیکنند. مردم میخواهد این امانت‌هاش به دست کسانی بیفتد و بعداً برسد به مردم که مردم با آنها باور دارند. بنابر همین من خواهش میکنم که هم از مقامات که دیگر پیش راهی تشبثکاری مردم رو نگیرند و اجازت بدهند که مردم صدقه و خیر و کارهای نیکی خودشان انجام بدن. البته دلیلی که آورده شد که برای پیشگیری از
جنایت ها و قلابی، این نیت خوب است، نیت نیک است، اما کی کفالت میدهد که اون کسانی که صورت حساب باز کردن، مگر رجب میرزا قلابتر از مقامات امور داخلی تاجیکستان هستند؟ یگان نفر در کجای متهم کرد، دلیل آورد که رجب میرزا یا عبدالستار پیر محمدزاده نسبت کسی قلابی کرده باشند. اما ما صدها دلیل داریم که کارمندان وزارت کارهای داخله چی در گئی چی در دیگر جاها دست به پاره‌گیری و پاره‌خوری میزنند. پس حتی در اینجا هم این دلیل آورده شما باز هم متاسفانه علیه خودتان کار میکنند، نه علیه کسانی که صورت حساب باز کردند. خب همدیاران عزیز، همون طوری که گفتیم در این ماه شریف رمضان متاسفانه جامعه جهانی هم به مشکلات نبود، به خصوص مردم اذیت کشیده، مردم مظلوم فلسطین که هنوز از نیمه های ماه شریف رمضان وقتی که مردم مسلمان برای ادای نمازهای تراویح، نمازهای قیام اللیل و نمازهای 5 وقتهشون به مسجد الاقصی قبله اول مسلمان ها می رفتند برای عبادت، باز هم مقامات اسرائیل، پلیس اسرائیل در اول آغاز کرد، شروع کردند به مانع شدن به جمعشوی مردم، نمازگزاری مردم و به خصوص در این ماه شریف رمضان دست دادن به یک چند عمل جنایتکارانه و پروکاسیونی مثل بیرون کردن شهروندان فلسطین از منزل‌هایشان و که حتی جامعه جهانی که خیلی از کشورهای اروپایی و امریکا که معمولا طرفدار اسرائیل هستند در این جمع حتی نتوانستند دیگر پشتیبانی از این جنایت کنند و دعوت کردند از مقامات اسرائیل که هم از بیرون کردن مردم فلسطین از منزل‌هایشان خودداری کنند و هم مانع عبادت مسلمان ها در مسجدشان، در قبله اولشان نگردند. اما متاسفانه حکومت اسرائیل که بار اول نیست دست به چنین جنایت های آشکار میزند، باز این عمل های فتنه انگیز خود را ادامه داد و بالاخره کار کشیده شد به نزاع مسلحانه. البته باید گفت که واقعا هم باید قدردانی کرد و به صبر و تحمل مردم فلسطین، با استواری مردم فلسطین باید که احسن گفت، چون که نابسته از اون که بیشتر از 2 هفته پلیس اسرائیل حتی در وقت نمازگزاری داخل مسجد میشد، با گازی اشک‌آور روان میکرد، ولی مردم در نماز، در عبادت می ایستادند و حتی یک کمترین توجه هم به این گازی اشک‌آور و به این تیرهای رزینی و به این گرانت‌های صدادار نمیکردند. اما باز هم وقتی دیدن که این مردم متدین استوار روزدار دست از عبادت بر نمیدارند، شروع کردن به لطوکوب و به حتی مجروح کردن چندین نمازگزارها در داخل مسجد که بالاخره دیگر صبر مردم هم دیگر تمام شد و نه تنها مردمی که در شهر قدس در مسجد الاقصی بودند، بلکه تمام مردم فلسطین به خصوص مبارزین فلسطین در منطقه غزه که دیگر اونها اول هشدار دادند و واقعا هم مسئولیتشان هست، چون بالاخره وقتی که میبینن برادرانشان، هموطنهایشان در گوشه دیگری فلسطین مورد شکنجه و عذاب هستند، اونها نمیتونستند که در این ساعتها خاموش باشند. اما دیدن که نه، مقامات اسرائیل نه تنها از جنایت‌های خود دست نمیبردارند، بلکه این عذاب و شکنجه و تحقیر را در داخل مسجد بیشتر کردند و طبیعی است که مبارزین فلسطینی شروع کردند به انتقام گرفتن از جنایت‌هایی که رژیم اسرائیل در برابر مردم فلسطین کرده است. البته این باز تکرار میکنم این جنایتی اول نیست و طول این بیشتر از 50 سال می شود که حکومت اسرائیل نسبت مردم مبارز و مظلوم فلسطین این جنایت ها را کرده است. اما سوال با وجود میاد که چرا در ماه شریف رمضان و چه بدی داشت که مردم مسلمان عبادت خود را در مسجد انجام بدهند، ادامه بدهند؟ آیا این خلاف قانونگذاری اسرائیل است؟ آیا این خلاف یگان منفیت های اسرائیل هست؟ اما باز تکرار میکنم که اونا همیشه عادت کردن به انجام دادن این گونه جنایت ها و به فتنه و پروکاسیون تله کردن مردم. بالاخره مردم فلسطین هم انسان هستند و صبر آنها هم نمیتواند تمام نشود. اما در اینجا چند
مسئله است که ما باید اون را همچون تاجیک و همچون تاجیکستانی مطرح کنیم. حالا اونه که مردم فلسطین مبارزه خود را ادامه خواهند داد در این شک نیست و این مردم اثبات کردند و در آینده هم اثبات خواهند کرد و هیچ راه جز این نیست که باید حق مردم فلسطین اعتراف شود و دولت مستقل با نام فلسطین طبق قرار شورای امنیت سازمان ملل و اعتراف جامعه جهانی باید این دولت به وجود بیاید. اما ما تاجیکان، ما تاجیکستانی ها در این گونه حالت ها چگونه موقع میگیریم؟ من خیلی تعجب کردم خود همین روز وقتی که به گزارش های بعضی رسانه های تاجیکی، به خصوص رسانه هایی که همچون رسانه های مستقل و غیر دولتی معروف هستند و از خارج هم پخش می شوند، توجه کردم در مسئله پوشش دادن این نیزایی که در اون منطقه میگذارد، به خصوص در مسئله جنایت های رژیم اسرائیل و مبارزه وطن دوستانه و حلال مردم فلسطین. گزارش ها وقتی که داده می شود به مردم، از یک طرف میگویند که استفاده می شود کلمه های مثلا جنگجو در برابر مبارزان فلسطینی و حتی نه تنها در مسئله این مبارزه استفاده جنگجویی، حتی در مسئله تلفات ها هم تا این لحظه، تا این ساعتی که ما گفتگو داریم، نزدیک 55 نفر از ساکنان فلسطینی به شهادت رسیدند. بله، شاید در بین آنها مردم هم هستند، از مبارزین فلسطینی هم هست، از افراد مسلح فلسطینی هم هست. اما وقتی که نزدیک 20 نفر طفل، کودک به شهادت می رسد، گزارش های ما تاجیکان، من درباره گزارش های اسرائیلی، گزارش های رسانه هایی که طرفدار اسرائیل هستند من حرف نمیزنم، اما گزارش های رسانه های تاجیکی برای این نوع است که میگویند که در نتیجه هجوم ارتش اسرائیل مثلا 20 جنگی فلسطینی هم کشته شد. اولش که کلمه جنگی رو جنگجو، کلمه جنگجو را استفاده میبرند، یعنی ملت فلسطین تنها جنگجو دارد و کسانی که کشته شدند تنها جنگجویان بودند. سوال با وجود میاد که در اینجا اول جنگجو کی هست؟ مگر مردم مبارز فلسطین است که به خاطر زمینش، به خاطر دولتش، به خاطر مسجد اقصی، به خاطر دینش، آزادیش مبارزه میبرد و مجبور است که دست به سلاح بزند چون دیگر امکانیت ندارد، انتخاب ندارد؟ مگر اون جنگجو است؟ یا جنگجو ارتش اسرائیل است که در وقت نماز با سلاح وارد مسجد می شود و با تیرکشایی آغاز می کند، یا با هواپیما غزه را بمباران می کند که در نتیجه طفل‌ها هم به شهادت می رسند، یا اینکه یک ملت یا یک کشور را طول بیشتر از 60 سال است که در محاصره و در تحریم اقتصادی و سیاسی و دیپلماتی و انسانی گرفتار کرده است. آیا اسرائیل جنگجو هست یا مردم فلسطین؟ یا همون طفل 6 ساله 7 ساله هم جنگجو هست که جنگجو بود که متاسفانه رسانه های تاجیکی هم در برابر این شهیدان کلمه جنگجو را استفاده بردن. حالا من نمیگم که شما بیاید طرف فلسطینی ها باشید یا بر ضد اسرائیل، حداقل همون رسالت رسانه مستقل بودن خود را، بی‌طرفی خود را انجام بدهید، همین هم کافی است. بیاید حقیقت ها را بگید. اگر طفل شهید شد، شماره طفلای شهید شده را بگیرید. چرا؟ میگوید که نزدیک تا این ساعت نزدیک 20 جنگجو به شهادت رسید. یک کلمه هم یک عکس هم از شهادت طفلان فلسطینی نشان نمیدهید. مگر سنزور دارید؟ مگر کسی شما را منع کرده است؟ من فکر نکنم که چنین باشد. دلیل اساسی را من در این میبینم که متاسفانه نه تنها روزنامه‌نگاران، برخی روزنامه‌نگاران ما، بلکه همه ما شهروندان عادت کردیم طبق شبلون‌ها، طبق اون چارچوب‌هایی که دیگران برای ما و شما با وجود میارند، طبق آنها بیاندیشیم، صحبت کنیم و گزارش آماده کنیم. یک بار نمیرویم از نگاه خود، با چشمان خود، با تحلیل خود مسئله را بحث و بررسی کنیم و بیایم بی‌طرفانه برای بینندگان و خوانندگان خود گزارش معرفی کنیم. خیلی دردآور است که یک رسانه تاجیکی وقتی که مسئله را گزارش میکند، مطرح میکند، میاد یک طرف را جنگجو و یک طرف دیگر را گویا که از حق خود، از کشور خود دفاع کرده باشد. بخصوص وقتی که این حادثات در داخل خاک فلسطین انجام می شود. مگر مسجد الاقصی عبادتگاه مسلمان ها نیست؟ مگر غزه
در اونجا فلسطینی‌ها زندگی نمیکنن. بله وقتی که با هواپیما میان، وقتی که داخل کشورش، داخل مسجدش میشود، دیگر اون طرف از تمام امکاناتی که در اختیار دارد، این وظیفه‌اش است، این مسئولیتش است، واجب است برایش که باید استفاده کند. فلسطینی‌ها تانک ندارند، فلسطینی‌ها هواپیما ندارند، فلسطینی‌ها از اون موشک‌های زمانوی ندارند. هر چیزی که در امکانش است همون راکت دستساخت خودساخته اونها هست. به همین درجه رسیدن. اگر اونها هم دولت اجازت میداد، اسرائیل، امریکا و دیگر کشورها که اونها دولت خود را می‌داشتند، طبیعی است که اونها دیگر ارتش، وزارت مدافعه، وزارت داخله و دیگر نیروهای مسلح خود را می‌داشتند که دارای هواپیما و فرودگاه و تانک و توپ که از خود دفاع می‌کردند. اما وقتی که فلسطین حتی دولت ندارد، حکومت ندارد، یک محمود عباس است بیچاره، اون دیگر بیچاره‌تر از او پرزیدنت یا رهبر دولت نیست که اندازش را باز هم به اسرائیل سپارد و انداز محمود عباس را هم کشور اسرائیل جمع آوری میکند، بعد به او انتقال میدهد. خب از دست او چی میاد دیگر؟ بخصوص که این محمود عباس هم که یک پرزیدنت انتخاب شده نیست. اگر در فلسطین انتخابات آزاد شود، کیها بود و باری هم مردم به حماس، به اون نیروی اصلی مبارز و حامی منفعت‌های مردم فلسطین رأی دادند. حالا به هر کسی معقول هست نیست حماس و بعضی او را گروه رادیکال، بعضی ها گروه افراطی می‌نامند، اما این انتخاب مردم فلسطین است. امروز از منفعت‌های مردم فلسطین هم فتح، حرکت فتح و هم حماس و این دو قوی ترین گروه فلسطینی دفاع کرده ایستادند. اما من باز بار برمیگردم به خود ما تاجیکان که اگر در این مسئله حالا با مردم فلسطین نیستید، حداقل با موقع بی‌طرفی را اشغال کنید. البته من مطمئنم که مردم با انصاف تاجیک، مردم متدین و مسلمان تاجیک، بخصوص آن کسایی که واقعا از موقع انسانی به این مسئله ها نگاه میکنن، آنها نمیتوانند در این مسئله بی‌طرف باشند. حتی من دیروز به گزارش های اروپایی هم توجه کردم، به دیپلمات های اروپایی، اونا هم بالاخره اگرچه در سیاست ها بیشتر با اسرائیل هستند، اینا هم آمدن این عمل های جنایتکارانه اسرائیل را محکوم کردند و دعوت کردند که از کشتن افراد بیگناه بخصوص طفل ها و هجوم به مسجد الاقصی اسرائیل خودداری کند. اما ما تاجیکان بارها اثبات کردیم و بخصوص من یادم هست که در اون حادثه اولی که در غزه رخ داده بود، با دعوت ما که در داخل حزب یک کنفرانس بزرگ چند هزار نفری را تشکیل کردیم و برای پشتیبانی از مردم فلسطین و برای محکومیت جنایت هایی که نسبت این مردم صادر کرده می شود و وقتی که دعوت کردیم که مردم برای ضرر دیدگان در غزه کمک جمع کنند، در یک روز از تمام مردم تاجیک، حتی از داخل زندان ها، من به یادم هست در اون شب روز $36,000 در یک روز جمع آوری شد. من دقیقا یادم هست که از مردم سوخت $11,000، از کلاب، از بدخشان، از شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع جمهوری، از ختلان، از همه جا مردم در یک روز به صورت حساب یا با اون خزینه که ما تأسیس داده بودیم $36,000 جدا کردند که با نمایندگی از تمام مردم تاجیکستان این مبلغ به نوار غزه فرستاده شد و در اونجا به ما گزارش دادند که یک بنگاه طبی با مبلغ تاجیکان، یک خاکسارانه ساخته شد برای خدمت به مردم جبر دیده غزه. ببینید برادران عزیز، هموطنان گرامی، زمین، سرزمین، وطن، ننگ و ناموس برای همه عزیز است. وقتی که ما در واروخ برای یک پارچه زمینمان مبارزه بردیم، شهادت، مردم به شهادت آماده بودند، شهید هم دادیم، مردم فلسطین هم همین است. مردم فلسطین هم برای غزه، برای یک وجب خاکشان مبارزه میبرند. اصلا ما و شما میدونیم که غزه چی یعنی؟ غزه با 2 میلیون اهالیش در مساحت 365 کیلومتر مربع زندگی میکند. از روی آمار جهانی یگانه منطقه هست که در یک مساحت خرد آدمی زیاد زندگی میکند. یعنی شما در هیچ گوشه دنیا پیدا نمیکنید که در 1 کیلومتر مربع اینقدر انسان زندگی کند.
مردم غزه نمیتواند دیگر به دیگر جاها سفر کنند، بر دیگر گوشه و کنار فلسطین تاریخی، بلکه در اونجا محاصره شدند. اهالی زیاد شده ایستاده است در یک سرزمینی بسیار هم تنگ و مجبورند که از این مساحت خرد محدود از هر یک وجبش دفاع کنند. میدونید 365 کیلومتر مربع چی یعنی؟ من دیروز در صحبت قبلی هم گفتم که تاجیکستان، حکومت تاجیکستان 600 کیلومتر مربع را از دست داده است، خودش نمیداند کجا شده است، با ما گزارش هم نمیدهد. 600 کیلومتر مربع 2 برابر غزه، در اون غزه‌ای که 2 میلیون آدم زندگی میکنند و فلسطینی ها برای هر یک وجبش جان داده ایستادند. حکومت تاجیکستان 2 برابر غزه را و 2 برابر یک ناحیه تاجیکستان را از دست داده است و خودش هم نمیداند که به کی داده است و گزارش هم نمیدهد. اگر برای ما دفاع از سرزمین، از یک وجب خاک مقدس است، البته برای حکومت تنها شعار است، من این را اثبات کردم و باز اثبات خواهم کرد، اما برای ملت تاجیک این شعار نیست، این مقدس است، این واجب است، این وظیفه اش است، ارزش دارد. همچنین برای مردم غزه، برای مردم فلسطین هم اونها مبارزه میبرند و اونها باید مبارزه برند و این مسئولیت انسانی و مسئولیت ایمانی ما و شما هست که باید در این شب و روز در پهلوی این مردم باشیم. با چند دلیل. یکی مسئولیت انسانی است. مگر از لحاظ انسانی مردم فلسطین حق ندارد که برای سرزمینش مبارزه برد؟ حق دارد. اگر مسلمان هم نیستیم، اگر مسلمان هم هستیم و حالا بعضی ها میگن که اینا عرب ها و اینها یهودی ها عمک بچه اند، با ما تاجیک ها چه ربط دارد که ما آریایی هستیم و بگذار مشکلشون رو خودشون حل کنند. خب اونا هم انسان هستند، اگر عمک بچه هم هستند، اگر عربند، یهودیان، ولی بالاخره اونا انسانند و همون طوری که یهودی ها هم حق دارند سرزمین داشته باشند، زندگی آرام داشته باشند، دولت داشته باشند، حکومت داشته باشند، فلسطینی هم حق دارند. خب اگر مسلمانیم از باب مسلمانی باید این مسئله را ما جدی بگیریم. مگر ما روایت نداریم، دلیل نداریم، آیت نیست، حدیث نیست که باید که مسلمان ها در این گونه حالت ها چگونه رفتار کنند نسبت یک مسلمان دیگر. حالا اگر که از لحاظ انسانی هم فکر نکنیم که سعدی بزرگوار در اون بیت مشهورش که بشر و بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. حالا سعدی بزرگوار مسئله را از بعد اسلامی نه از بعد انسانی گفت. حالا اگر به این هم اعتقاد نداشته باشیم، بیاید همچون مسلمان به ارزش‌های اسلامی اعتقاد داشته باشیم و از این باب ما باید مسئله را پیگیری کنیم. حتی کسانی هم که نه به ارزش‌های انسانی چندان احترام قائلند، نه به ارزش‌های اسلامی، بیایم از باب حل کردن یک مشکلی، یک نقطه داغ، یک قضیه‌ای که 60 سال است در اونجا مردم اذیت شده ایستادن، از این باب باید راه حل را پیدا کرد. در مجموع دوستان گرامی، هموطنان عزیز، از کدام پهلویی که به این مسئله اگر ما نگاه نکنیم میبینیم که مردم فلسطین مردم مظلومند، اسرائیل همچون دولت، ما که دیگر با یهودی‌ها کار نداریم، یهودی‌ها هم انسانند، یهودی‌ها هم همچون اهل بشر حق دارند و باید ارزش‌های آنها، دینی آنها و استقلالیت آنها مورد احترام باشد. اما چرا به این شکل؟ مگر وقتی که یهودی‌ها در آلمان فاشیستی مورد تبعیض قرار گرفتند، اون گنوسید و اون هولوکاست، مگر جامعه جهانی بی‌طرف ایستاد؟ اما چرا دقیقاً اسرائیل همون کاری را نسبت فلسطینی ها انجام می‌دهد که آلمان فاشیستی نسبت یهودی ها انجام داد؟ اگر جبر دیده هستند، پس باید در این شب و روز نسبت مردم فلسطین هم این جنایت ها را روا نبینند. اما یک مسئله که خیلی هم میخواستم در اینجا بالاش تاکید کنم این است که ما مردم مسلمانی تاجیک، بخصوص نهضت اسلامی تاجیکستان، و من باور دارم که دیگر برادران و خواهران ما در پیمان ملی تاجیکستان
و تمام این مبارزین در این شب و روز مردم فلسطین را تنها نخواهند گذاشت. ما خیلی افسوس میخوریم که دیگر اون امکانیت‌های قبلی را نداریم که به مردم غزه، به مردم فلسطین کمک کنیم و اگر می داشتیم این امکانیت می بود حتما کمک می کردیم، همونطوری که در سالهای قبلی کرده بودیم. ناگفته نماند که یکی از اتهام‌هایی که حکومت تاجیکستان نسبت من شخصا کرده است در اون پرونده جنایتی که به دست من رسید و من مطمئنم که نسبت نهضت هم همین در پرونده نهضت هم همین اتهام هست، این کمک کردن به مردم فلسطین در همون سالهای قبلی هست و این را همچون جنایت معرفی کردن و در پرونده جنایتی من هستین. من وقتی که پرونده جنایتی میگم در ناخنک البته، و حالا میگم چی خوشا با اون جنایت، با اون پرونده جنایتی من که برای کمک به مردم فلسطین، به مردم غزه مرا جنایتکار و تروریست اعلام کردن. دعا میکنم در این ساعتهای قبول شدن دعا که من همیشه از این گونه جنایت ها در ناخنک را، همیشه این گونه عمل های تروریستی را در حیات باقی مانده هم انجام بدهم که به یک مردم مظلوم در هر کجای دنیا باشد بتوانم کمک کرده. همون طوری که به مردم آسیب دیده کلاب در وقتش ما کمک کردیم و باز هم میگیم نه به خاطر ریا باید که این حرفا گفته شود. شاید یگان رهبر حزب سیاسی را نمیداند که برای آفریدگان شهر کلاب منزل ساخته باشد. من نمیدونم در اون منزلی که من ساختم از پول خودم به مبلغ 110,000 سامانی که در اون وقت 110,000 سامانی نمیدونم با قرب آن وقت 30,000 یا 40,000 دلار میشد، از پول شخصی خودم در شهر کلاب یک منزل ساختم و این را حکومت شهر دوشنبه میداند چون از نام شهر دوشنبه رفت و کسانی که مسئولیت را به دوش داشتن، من نمیگم نام نمیگیرم، بگذار خودشون اعتراف کنن و با این فخر میکنم و این را باید گفت. وقتی از ما میپرسن که شما چی کار کرده در داخل تاجیکستان، تا امروز در 10 سال نمیگیم، اما چون وقتی که امروز باز به شهر کلاب این مصیبت آمد من میگم با فخر که ما این گونه جنایت ها صادر کردیم در وقتش که ما را تروریست گفتن و این گونه جنایت کردیم که به مردم غزه در وقتش کمک کردیم. امروز هم اگر میتوانستم و میداشتم در دوشنبه می بودم اون امکانیت های مالی را ما میداشتیم در نهضت اسلامی تاجیکستان، باز هم به مردم غزه کمک میکردیم. این جنایت خودمون را در ناخنک باز تکرار میکردیم و باز هم اون جنایت یا عملی تروریستی خود را تکرار میکردیم. به مردم کلاب هم کمک میکردیم، به اون آسیب دیدگان و میرفتیم به عیادتشان. اما چیکار کنیم که ما جنایتکاران در ناخنک از طرف این حکومت خیرتمند صلح دوست و یتیم پرور و این حکومت جاناجان و زیر رهبری پیشوایتان این گونه جنایتکاران و این گونه تروریست ها را در ناخنک از وطن دور کرد و باز هم علیه ما پرونده جنایتی باز کرده است با همین اتهام. اگر کسانی که به این حرفای من باور نداشته باشند بروند پرونده جنایتی ما را پیدا کنند بگیرند و در اونجا وقتی به من فرستادند از طریق بعضی دوستان من دیدم که محض همین کمک های ما با مردم فلسطین همچون عملی جنایتی و همچون پشتیبانی از تروریسم نشان داده شده است و برای من نمیدونم به همین خاطر هم چند سال علاوگی باز حکم زندان صادر کردن. این است مناسبت یک مسلمان، مناسبت یک حکومت کشوری که خودش را کشور مسلمان نشین میداند، عضو سازمان کنفرانس اسلامی هست، در سفیر فلسطین را گاه گاه قبول میکنند و یعنی از خودشون همچون یک مسلمان رفتار میکنند. اما در این گونه حالات نه اینکه محکوم نمیکنند، نه اینکه خودشون به خاطر این شهیدان فلسطینی تسلیت بیان نمیکنند، بلکه باز کسانی را هم که در این شب و روز به مردم فلسطین کمک میکنند اونها را تروریست و جنایتکار میدونند. و امیدوارم که قضیه ملت تاجیک از حکومتش جدا هست و همین طور هم باید باشد. حالا حکومت چگونه این مسئله ها را میشناسد، رسانه ها چگونه گزارش میکنند، اما ملت مبارز، مظلوم و اذیت کشیده و مسلمان تاجیک، برادران نه تنها فلسطینی را بلکه تمام
برادران و خواهران جبردیده خود را در سراسر عالم اسلامی و تمام بشریت را، کسانی که مظلوم هستند اما مسلمان هم نباشند اما اگر مظلوم هستند اونها را فراموش نخواهند کرد. و اینجا نباید ما از همسایه کشور خودمان، از مردم واقعا هم اذیت کشیده افغان هم فراموش کنیم که باز هم متاسفانه در این شب و روز ماه شریف رمضان در اونجا عملهای تروریستی تمام نمی شود، تمام نشد و اخیرا یک مدرسه را که مدرسه دخترانه را هم مورد هجوم تروریستی قرار گرفت که در اونجا افراد بیگناه به خصوص دخترکان دانش آموز به شهادت رسیدند و من به نمایندگی از مردم مبارز پیمان ملی تاجیکستان تسلیت خودم را به مردم شریف افغانستان به خصوص به خانواده شهدا بیان میکنم و از پروردگار برایشون جنت فردوس و برای بازماندگان صبر جمیل را تمنا دارم. این حادثه ننگین بار دیگر اثبات کرد که واقعا هم جنایتکار، تروریست و بدخواهان نه دین دارند نه ملت دارند و آنها میتوانند حتی در بعضی حالتها از دین و از ارزش‌های دینی هم سوء استفاده کنند. من مطمئنم و شما هم بروید تحقیق کنید کسانی که این جنایت را صادر کردند اینها حتما زیر شعارهای اسلامی و حتی احتمال دارد با ندای الله اکبر این جنایت را صادر کرده باشند. ببینید هموطنان گرامی، به خصوص برادران و خواهران مسلمان، وقتی که یک عده میان با نام اسلام جنایت صادر میکنند، دست به کشتار افراد بیگناه و اون هم در مدرسه و اون هم دخترکان و اون هم در ماه شریف رمضان این جنایت را صادر میکنند و او با این کارش دعوای مسلمانی دارد و حتی احتمال است که امید از جنت دارد و این کار را برای رضای خدا در ناخوانه کرده باشد. من شک ندارم که این افراد برای انجام این جنایتشون باز دلیل‌ها و روایت‌ها و حتی فتواهای هم از طرف برخی افراد با نام مفتی و علما هستند پیدا کرده باشند. این واقعا یک مصیبت است، مصیبت جهان اسلام است، مصیبت ما مسلمانان است، مصیبت کسانی هست که خود را عالم، مفتی و پیشوای اسلامی می‌دانند. با این حالت ها، این جنایت ها بار دیگر ما و شما را به این فکر باید برساند که واقعا هم اندیشه اسلامی، فکر اسلامی و فقه اسلامی نیاز به یک بازنگری عمیق دارد. نیاز به آن دارد که ما در سطح علما در جهان اسلام بیاییم و بالا این مسئله ها بشینیم فکر کنیم که چرا یک عده می آیند با استفاده از ارزش‌های اسلامی، با استفاده از آیات قرآن، با استفاده از احادیث نبوی، با استفاده از فتواهای علمای گذشته سلف صالح دست به چنین جنایت‌ها میزنند. مشکلی در کجا است؟ مشکلی آیا در دین هست یا مشکلی در فهم دین؟ وقتی آن رسیده است که ما دیگر با جسارت بیشتر، با شجاعت بیشتر، بخصوص علمای محترم از شما خواهش میکنم، همچون یک برادر کمترین شما، که دیگر در پس بعض اون شانه های بزرگواران گذشته پنهان نشوید. با استفاده از نام امام اعظم، با استفاده از نام امام مالک و امام حنبل و امام شافعی و روایت های دیگر مفتی ها، بیاید این جسارت را داشته باشید، با استفاده از علم و دانش، با استفاده از آیات قرآنی و احادیث نبوی خودتان اجتهاد کنید. پیش راه این جنایت ها از نام اسلام باید گرفته شود. ما بله درست است که یک عده گمراهان، یک عده بدخواهان و یک عده دشمنان دین مبین اسلام ما را متهم میکنن، ما را تهمت میکنن و اسلام ما را، دین عزیز ما را همچنین یک دین نفرت و دین خشونت معرفی میکنن. این جای خودش، من در این شک ندارم، خودم هم شاهد هستم و این رو هم قبول دارم. اما باید این رو هم قبول کنیم برادران عزیز که این جنایت ها از طرف خود مسلمانان در ماه شریف رمضان با استفاده از آیات قرآنی، از تفسیرهای غلط صادر کرده می شود. به اینش کی جواب میگرد؟ به اینش هم باز همون یهودی ها و مسیحی ها و به اینش هم باز امریکا و اروپا گناهگار است. به اینش هم باز بدخواهان
ما مسلمان ها گناهکار است. چرا اعتراف نمیکنیم که ما خودمون مسلمان ها هم گاه از بیفهمی، گاه از جهالت، گاه از ترسیدن از این اصلاحات فکریمان، نواندیشی فکریمان اجازت میدهیم که در جهان اسلام این گونه اندیشه ها پیدا شوند و حتی رشد کنند. پس وقتی آن رسیده است که نه تنها باید ما این گونه فقط محدود شویم به محکوم کردن، به تسلیت گفتن، به همدردی و از این گفتن چند جمله های قالبی و شبلانی، بلکه آن وقتی آن رسیده است که باید فکر کنیم، عمیق فکر کنیم، اعتراف کنیم کمبودی‌های خود را، اعتراف کنیم که در بعض تفسیرها از آیات، از احادیث در گذشته هم اشتباه ها بود، امروز هم اشتباه هست. بعض تفسیرها، بعض برداشت‌ها از آیات ها و حدیث ها دیگر مطابق به این زمانه نیستند. باید علمای معاصر ما، مجتهدان ما بیاین سر این مسئله اندیشه کنند. اگر وقتی که شما جسارت ندارید، من به علمای کرام مراجعت میکنم، وقتی که شما میآید تبدیل شده به تکرار کننده حرف بزرگان گذشته، اما در مسئله های معاصر تنها مداحی از حکومت های ظالم، از رهبران ظالم میکنید، طبیعی است که دیگر این جوانان مسلمان، جوانان پرجوش و خروش با ناموس ولی دور از دانش، دور از فهمی درست، اینها گرفتاری همون افکار و اندیشه های غلط و تند بعض دایره های دیگر میشوند و دست به چنین جنایت ها میزنند. شما کار کنید که این جوانان از پس شما بروند، به شما اعتماد کنند. تنها در اون صورت به شما این جوانان به ننگ و ناموس مسلمان اعتماد پیدا میکنند، حرف شما را میشنوند که شما بیاید حرف پروردگار و حرف پیامبر را بگید، نه حرف کدام پیشوا و امیر و رهبر را. شما دیده ایستید که این پیشواهای شما در قضیه های عالم اسلام کدام موقع را میگیرند؟ کدام از این امیرها و ملکها و پادشاهان آمدن امروز در پهلوی مردم مظلوم فلسطین قرار گرفتند؟ باز هم همون مردم مسلمان، همون جوانان پرجوش و خروش در خیابان ها میریزند. طبیعی است وقتی که یک رهبر اسلامی، یک پرزیدنت، یک امیر خاموش است، علمای اسلامی خاموشند، مشغولند به تبلیغ و مداحی رهبران ظالم خود، این جوان پرجوش و خروش در جستجوی عدالت و حقیقت می رود به سراغ برخی از گروه ها و شخصیت هایی که متاسفانه از دین یا شناخت درست ندارند یا تفسیر و روایت های غلط را در زمان معاصر استفاده می برند. بنابراین همین مسئولیت شما و ما و شما در مجموع، این به معنی نیست که مسئولیت ما کمتر است. مسئولیت همه ما و شما در این شب و روز این است که بیایم این جوانان پرجوش و خروش امت اسلامی را صاحب شویم. صاحب شدن تنها و تنها یک راه دارد: حقیقت را گفتن، مبارزه بردن و در پهلوی مردم بودن، در دفاع از ارزش‌های دینی خود بودن. اگر شما 100 سال دیگر هم در اطاعت شخص با نام رحمانوف باشد یا پیشوای امیر ملک مثل دیگر پیشواهان ظالم دیکتاتوری عالم اسلام باشد، بدانید این را که مردم مسلمان، جوانان هیچگاه به حرف شما گوش نخواهند کرد. بله، اون ساله و ریش و منبر شما را احترام خواهند کرد، نه به خاطر شما، به خاطر آنکه منبر پیامبر است، این ساله پیامبر است، این ریش و جلک و نمود ظاهری پیامبر است. به این خاطر احترام خواهند داشت. سلام شما را علیک میگیرند، به شما سلام میدهند، احترام میکنند، پیشتون میخیزند، اما بدونید که حرف شما را گوش نخواهند کرد. حرف کسی را گوش میکنند که با او اعتماد دارد، با او باور دارد. یعنی اون طرف حرف حقیقت را میگوید، مبارز است، حتی در مقابل یک پادشاه ظالم هم با صدای بلند و روشن ایستادگی میکند. تنها در اون وقت شما میتوانید قلب این جوانان را صاحب شوید و پیش راه این جنایت ها را بگیرید. کاش امروز در تاجیکستان ما، در افغانستان، در کشورهای اسلامی واعظان و علمای واقعا هم مردمی مثل ایشان نورالدین جان، مثل حاجی میرزا، مثل در افغانستان اون دکتر ایاز را که به شهادت رساندند، اگر اونها در منبر می بودند، مطمئن باشد که جایگاه برای این گروه های افراطی
رادیکال تروریستی که از نام اسلام سوء استفاده میکنند در جهان اسلام تنگتر می شود. اما وقتی که دکتر ایاز در افغانستان به شهادت می رسد، وقتی که در تاجیکستان علما یا از منبر دور می شوند یا وارد زندان می شوند یا به هجرت می روند، طبیعی است که میدان دینی به دست 4 چاپلوس مداح به نام ایشان یا مولای در منبر بوده می افتد یا به دست چند گروه رادیکال و کسانی که با سوء استفاده از ارزش‌های اسلامی مردم را به سمت جنایت و تروریستی میبرند. پس یگانه راه این است که علما برگردند به ارزش‌های واقعی اسلامی، علمای واقعی در منبر باشند و علمای واقعی بیایند فتوا بدهند و جوانان مسلمان را به راه درست هدایت کنند. خب دوستان گرامی، مسئله خیلی زیادن، حرف برای گفتن خیلی زیاد است، اما باز تکرار میکنم که فردا عید است و ما و شما باید هم خوشبین باشیم و هم روحیه دینی و عیدی داشته باشیم و در آخر بار دیگر یکایک شما را به فرارسی عید سعید فطر مبارکباد میگویم و برای یکایک شما دسترخوانی پر از ناز و نعمت، دسترخوان فراوان، خرسندی و تنصیحاتی را تمنا دارم و دعا میکنم که پروردگار ملت ما را، کشور ما را از همه گزندها و بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد و بار دیگر تسلیت خود را به فوتیدگان، به شهیدان در این ماه شریف رمضان بیان میکنم و برای همه مسلمان ها در تمام دنیا، در سراسر عالم صلح، تنجی و آرامش را از پروردگار خواهانم و خدا کند که عید آینده را، رمضان آینده را ما در وطن، در شرایط وحدت، دوستی و در پهلوی یکدیگر پیشواز بگیریم تا صحبت‌های بعدی در پناه پروردگار منان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.